آقا پادکست 17 هم شد. شاید باورت نشه. 17 تا پادکست ثبت کرد. الان رو آنتنیم دیگه. 17 تا پادکست شد. دوباره چند وقتی بود که دوتایی ضبط نکرده بودیم. آره این باله، هر چند وقت میایم دوتایی ضبط میکنیم و در مورد حالا اتفاقایی که افتاده توی حوزه تک و اینا صحبت میکنیم. کلا این بحث دوتایی اتفاق میفته. این آره این دوتایی خوبه، من کلا میپسندم و اتفاقم زیاد افتاده. یعنی اصلا چرا ما یه جایی نداریم که بیا راجع به این اتفاقات صحبت کنه. نمیدونم حالا چند تاشون رو شنیدی، چند تاشون رو فالو کردی، ولی اتفاق شدیدن خیلی زیاد افتاده. من کامپوزر یکو که اومد دوست داشتم، مهم. دنبال کردم. کلا کرسر دو. موضوع بعدی هم اطلس، درست میگم؟ یه بروزری بود که اوپن ای آی داد بیرون. اونم آره خب باز اولیش این که کرسر دو اومد. کرسر دو که در اصل یه خب کرسر، حالا برای بچه‌هایی که نمیشناسن، کرسر یه دونه در اصل ادیتوره که مثل، بذار منم صفحش رو شیر بکنم که بچه ها ببینن. کرسر یه دونه ادیتوره که میاد کارا رو راحت تر میکنه، یه مقداری جای وی اس کد، جای آیدی های دیگه، و دو شد. یعنی به درجه رسیدن که رفتم ورژن دو، خیلی تغییرات داشت و اومد مدل خودش رو معرفی کرد به اسم کامپوزر. استفاده کردی کامپوزر رو؟ کامپوزر استفاده کردم و فوق العاده ریزالت خیلی خوبی گرفتم. یعنی از سانت و این داستانا، چت جی پی تی 5 حتی خیلی بهتر بود. خیلی خیلی بهتر بود. دقیقا کامپوزره به نظر میاد خیلی خوبه، منم استفاده کردم. یه مقداری بیشتر شبیه گراک کده. حالا اگه گراک کد رو استفاده کرد که مخصوص کدینگن و سرعتشون خیلی بیشتره، یعنی الان فوق‌العاده سریع جواب میده. آره منم الان سویچ کردم روی کامپوزر، ولی همچنان فکر میکنم که سانت یو آی قشنگتری میزنه، چون یکی دو نه، بار کردم. ببین من برای یو آی چت جی پی تی 5 رو هنوز قبول دارم، ولی باز این یکی دو روزه که حداقل دارم از کامپوزر استفاده میکنم، داره کم کم نظرم در مورد این موضوع هم عوض میکنه. خب ولی بحثای مثلا الگوریتمی و لاجیکی یا سینتکسی، حتی اون سانت خیلی خفن بود. بعد از اون چت جی پی تی 5 واسه یو آی خیلی خوب بود. خیلی کاری بالتر. مثلا من واسه مثلا لندینگ ها و انیمیشن ها چت جی پی تی 5 رو خیلی بیشتر دوست داشتم. من حس ولی کردم چت جی پی تی 5 روی پرابلم سالوینگ، مثلا یه چیزیه که نمیتونم حل بکنم یا مثلا دیگه دارم هی پرامپت میدم، به نظر میاد که چت جی پی تی 5 راحت تر حلش میکنه. نمیدونم. من همشون فکر میکنم که یه مقداری هم بستگی داره که چجوری بهشون پرامپت میدی. احتمالاً نمیدونم. آخه برای من ریزالتش این شکلی بوده. هنوزم سانت چند بود آخری؟ فکر کنم 4 بود. سانت آره 4، آره 4 و خورده ای. آره واسه مثلا داستانه الگوریتمیک و باگ فیکس و این داستانا هنوز به نظرم خیلی خوبه. یه اتفاق دیگه ای که افتاد این هفته این بود که آمازون 14,000 نفر رو اخراج کرد که یه عدد خیلی بزرگیه. حالا وقتی میگیم آمازون اخراج کرد، حالا کدوم دیپارتمانش خیلی مهمه دیگه، ولی خب اینم خیلی صدا کرد که چرا آمازون یهویی 14,000 نفر رو در اصل شروع کرد. حالا اینجا مقاله The Guardianزشه، خیلی شلوغ شد که خب یه لیاف سنگینیه توی ورک فورس آمریکا. حالا دقیقا چه اتفاقی افتاده به نظر میاد که حالا اینجوری که من برداشتم بود اینی که اومدن بیشتر از حالت اون قسمت های گیمینگ و اینجور چیزها، یکی دو تا گیم آمازون اونا همه داره بسته میشه
من چیزی نشیدم که مثلا بگه حتما مربوط به مثلا برنامه‌نویساست، چون نمیگه مثلا AWS developers ها، میگن آمازون دیگه. حالا آمازون مگه یه ذره دو ذره است؟ کلی سیستم های مختلف دارن، ولی 14,000 نفر رو اینا لیاف کردن. احتمال خیلی زیاد 14,000 نفرشون تو فاصله 1-2 ماه کار پیدا میکنن. بعید میدونم مشکلی کار پیدا کردن داشته باشن. نه اون موضوع که آره، ولی خب این اتفاق مرتبا داره میفته دیگه. من حس میکنم مثل داستان گوگله. گوگل فوق العاده سریع دپارتمان های مختلف، تیم های کوچیک شکل میگیرن و روی یه ایده کار میکنن و اینقدر در واقع اینوست میکنه گوگل روی اینا، یا تهش تیما بسته میشن، تیما همه چیش فیل میشه، یا اینکه به نتیجه میرسه. گوگل هم فکر میکنم این سیستم رو توش وجود داشت دیگه، آمازون. و نمیدونم، من حالا خیلی در موردش نخوندم که از چه دپارتمانایی بوده و چه جوری بوده، ولی حسم اینه. اینم به حال اتفاق بزرگی بود. میگم اتفاق این اخیراً زیاد افتاده. چقدر راجع به روبوتاکسی ها میدونی؟ یه سیستمی بود که گوگل داشت روش کار میکرد در همون حد، خیلی دنبالش کلا حوزه آیوتی و روباتیک و اینا رو خیلی دنبال نمیکنم. چی در موردش خوندی؟ یه اتفاق دیگه ای که افتاد، یه شرکتی هست الان به اسم ویمو، خب که سلف درایوینگ کار ارائه میدن و خب اینا تو آمریکا الان خیلی معروفن و به اصطلاح این ویمو، حالا بذار ویدیوهاشو نشونت بدم، یه همچین چیزیه ویمو. و اینا یه جورایی دارن الان رقابت میکنن با تاکسی های معمولی. یعنی تو این عدد 10 میلیون رایت سرف شده و 93% آدما راضی هن توی لس آنجلس، فینیکس، سان فرانسیسکو، آتلانتا، آستین، و همینجوری دارن شهر اضافه میکنن و میبینی که میامی و واشنگتن. بعد اینا هم به هر حال شهرهایی هستن که رانندگی سخت توش، یعنی الزامی نداره که حتما بگیم ربات تو شهرهای خیلی آسون رانندگی میکنه. پس انتظار این که به اصطلاح این ربات‌ها بتونن به جای دیگه هم برسن زیاد. حالا ما همیشه راجع به تسلا کار خیلی شنیده بودیم، ولی الان اینا به اصطلاح خیلی دارن بیشتر میشن، روبوتاکسی‌ها. و اتفاق بزرگی که افتاد این بود که به اصطلاح انویدیا اعلام کرد که 3 بیلیون دلار سرمایه گذاری بیشتری روی به اصطلاح روبوتاکسی ها خواهد کرد. یعنی دارن به صورت عظیمی سرمایه گذاری میکنن، چون فکر میکنن که درصد خیلی زیادی از مارکت رانندگی های معمولی رو میگیره، چون خیلی آسان‌تر بوک کردنش، خیلی ریلایبل تره، شبا میتونه کار بکنه، خیلی چیزای دیگه که داره و خیلی هم سیف تره در کل برای کل جامعه. و خیلی هم ترجیحشون اینه که با اینا برن این ور اون ور. چون حالا تجربه عجیب غریب میتونه این باشه که تو سوار یه ماشینی بشی که راننده‌ش رو دوست نداشته باشی دیگه. حالا فرض کن که بری سوار ماشینی بشی و خودش رانندگی بکنه، چقدر اون دغدغه‌های به اصطلاح اینکه راننده کیه و چیه و اینا رو ازت میگیره. و حالا حتی میتونه توی لولی فکر کنم ارزون ترم بیفته. این هم یه اتفاق جالبی بود که افتاد. حالا من نظر راجع به روبوتاکسی ها چیه؟ جالبه دیگه که همه چیز داره خودکار میشه. اتفاقا من دوستا و همکاریم که جی تکس امسال و دبی هم شرکت کرده بودن، توی صحبتاشون میشنیدم که همچین تکنولوژیایی رو رونمایی کردن و حالا اون در واقع غرفه های مربوط به ایر تاکسی دبی هم امسال مجددا بوده. نمیدونم کی واقعا اونقدر اینا کاربردی و قابل اعتماد میشن که بتونیم ازش استفاده بکنیم، ولی چیزی که الان دارم میبینم حداقل توی خاورمیانه و کشور دور و بر خودمون اینا در حد نمایشگاه. یه داریم میگی توی شهرها یکی یکی دارن شهرها رو اضافه میکنن و استفاده میشه، جالبه برام. بعد ببینیم
چقدر حوادث و اینا واسهشون اتفاق میفته و چقدر قابل اعتمادن دیگه. این آره به نظر میاد که اگر تو آمریکا بتونه موفق بشه، خب خیلی کشورهای دیگه رانندگی آسان‌تر از آمریکاست. در نتیجه میتونه، حالا نه اینکه تو ایران بتونه رانندگی بکنه، ولی اگر میتونه تو ایران رانندگی بکنه به نظرم باز دوباره خیلی خوب بود. از این مدل رانندگی که تو ایران هست میتونستیم خارج بشیم. اتفاق بازم آخه زیاد افتاده. نمیدونم راجب کانوا شنیدی یا نه. کانوا هم اومد یه محصول جدیدی رو لانچ کرد. کلا کانوا به صورت عجیبی، حالا من برم اینجا میبینی که کینوت داره و اومدن صحبت کردن راجع به محصول جدیدشون و اینجا میشه محصول جدیدشون رو به اصطلاح دید که اومدن و میبینی توی حالا کانوا که خیلی خوب بود، الان میتونه توی لولی با AI کار بکنه. میبینی که درگ اند دراپ توی وبسایت درست کردنشون و کلا همه اینا رو اومدن توی یه لولی چالش کردن و سهام ادوبی افتاد پایین به خاطر همین لانچ کینوت و کارهای جدیدی که میشه با کانوا کردش. و خب اینم یه شرکتیه که به اصطلاح از یه جایی شروع کردن و خب الان دیگه به نظر میاد واقعا توی ویدیو ادیتینگ، توی تمام کارهایی که تو ادوبی شما با فتوشاپ میکردی دارن همینجوری بیشتر ساپورتش میکنن. این هم یه لانچ بزرگیه به خاطر اینکه عملا ما همه داریم از کانوا که استفاده میکنیم هیچی، حالا ای آیش هم اومده به اضافه اینکه میتونه کم کم جای محصولات ادوبی رو هم تا یه حد خیلی زیادی بگیره، نه اینکه بخوای خیلی کار تخصصی بکنی که نخوای ازش استفاده بکنی. دقیقا این نکته که باید دقت بهش بکنیم اگر که کار غیر تخصصی میخوای انجام بدی. توی روزمره الان منم دیگه از محصولات ادوب خیلی کم، مثل فتوشاپ و غیره خیلی اصلا تقریبا استفاده نمیکنم الان. شاید 1 سالی باشه که روی سیستمم نصب هم حتی ندارم. کنوا داره تقریبا همه رو انجام میده، حتی من اسلایدرامم با کنوا طراحی میکنم و دیزاین میکنم. فوق‌العاده یوزفوله. حالا این یه مقدار بیشتر بهمون میگی که چه چیزایی اضافه کرده؟ کانوا به نظر میاد اون مبحثی که خیلی دارن روش مانور میدن بحث ویدیو ادیتینگه و اینکه نگاه کن الان تو اینجا این عکس وکتور به اصطلاح ادیتینگش رو میبینی که اومده اضافه کرده و خب یه کاری که میکنه اینه که تو عملا تمام اون کارهایی که خیلی باید با تخصص داشتن توی فتوشاپ انجام میدادی رو دارن میارنش تحت مرورگر و به اضافه اینکه AIش اصلا تا یه حد عجیب غریبی داره زیاد میشه. یعنی میشه گفت تو این دوتا قسمت، یه مقداری توی وکتور ادیتینگش و اون قسمت هم داخل میبینی اصلا اینجا اگه تو همین عکس رو نگاه بکنی، حالا میشه شاید دموش کرد، اینه که دارن اصلا استایل اون چیزای کارهایی که توی فتوشاپ و اینا هست تو داره میاره اینجا داره انجام میده و خب بی نیازت میکنه از اینکه بخوای محصولات ادوبی رو استفاده بکنی و کلا رقیب خیلی جدی میشه. حالا کنوا خب بحث دیگه ای هم داره. الان مثلا صحبت این هستش که رو کنوا تو دیپلوی هم بتونی بکنید که وبسایت خیلی ساده رو الان میشه این کار کرد، ولی خب احتمال خیلی زیاد بخوان کم کم برن سمت اینکه مثلا اصلا وبسایت درست بکنی یا طراحی بکنی یا بخوان فیگما رو به چالش بکشن و غیره، که خب ازشون بعید نیست با توجه به اینکه این یه شرکت استرالیایی هم هست. یه مقداری من نسبت بهشون بایستم، ولی خیلی خوب دارن کار میکنن. الان هم 2 روزه که فکر کنم تو سیدنی کینوتاشون هست، چند هزار نفر رو دارن از این شهر میبرن به اون شهر، اصلا این کار عجیب غریبی دارن جشن میگیرن و اینا که خب نشون میده که خیلی حالا موفق بودن و دارن خوب پیش میرن. دیگه خبر، حالا بریم بازم آخه خبر هست راجب جولز. شنیدی جولز یه به اصطلاح دوباره چیزیه که داره از طرف گوگل معرفی میشه که یه دونه CLI یوتیلیتیه
که کمک میکنه به اصطلاح کارا رو بخوای خیلی راحت تر انجام بدی. فکر میکنم که آره میبینی Jules.Google an autonomous coding agent که نگاه کن جولز داره کد میزنه. حالا اینا دارن که میگن که Jules does coding tasks you don't wanna do و جولز داره این کار رو انجام میده. حالا یعنی گوگل هم به یه روشی داره وارد بازی اتونومس میشه. حالا چرا اینجوری اومده دقیقا نمیدونم، ولی دارن به عنوان یه کدینگ ایجنت معرفیش میکنن که خب کار بزرگیه که خب گوگل داره روی گوگل لبش انجام میده در اصل. قضیه اینه که الان باید جونیورا برن پرامپت نویسی بیشتر یاد بگیرن تا سینتکس. داره ما جونیورا رو کم کم همین که بتونن پرامپت بلدی بنویسی دیگه همین کافیه دیگه، احتمالاً همین بسشه. میبینی الان اینجا داره میره تمام ریپوزیتوری های منو میگیره، عملا میگه کد هم اینجا بزن. یعنی یه همچین چیزی رو درست کردن به عنوان جولز ریلیز کردن و خب میتونه بزرگ بشه. یعنی چقدر نمیدونیم، ولی مطمئنا میتونه تا یه حد خیلی خوبی بره جلو. آره موافقم. و حالا تو بحث ساختن وبسایت ها و این داستان ها هنوز من امیدم به فیگماست، کنوا، چون اون محیطیه که پروداکت دیزاینرها داخلش دیزاین میکنن و احتمال اینکه اون سیستم بتونه کوالیتی بهتری توی کد بده، توی تبدیل کردن دیزاین به کد، خیلی بیشتره احتمالاً تا سیستم های دیگه. برای کدینگ ولی کدینگ من امیدم واقعا به مایکروسافت بود، چون ببین اون حرکتی که انجام داده اومد گیت هاب خرید، من این شکلی بودم که اوکی دیگه با توجه به حجم دیتایی که در حال حاضر داری احتمالاً باید کوپایلوت یه ایجنت خیلی خفن بشه واسه کدینگ، ولی این اتفاق نیفتاد. به خاطر همین نمیدونم واقعا این سیستم چجوری تا قرار. کجا داره پیش میره دقیقا. به نظر میاد حالا فعلا که کرسر برنده این بازی بوده، حالا تا ببینیم بعداً چی میشه. ولی من وی اسکود سویچ کردم استفاده کنم که مثلا وصلش کنم به مدل‌های مختلف. میشه وصلش هم کرد، یعنی مثلا میتونی به سونت وصلش کنی، خوبه. ولی اون به اصطلاح کارهای مختلفی که الان میشه با کرسر انجام داد، از اینکه پلن میشه ریخ، از اینکه میشه تسکا رو بهتر میفهمه، انگار کانتکست رو کلا بهتر هندل میکنه، بهتر میتونه با AI در اصل ارتباط برقرار بکنه. به نظر میاد مثلا من وقتی اومدم با کرسر کد زدم خیلی بهینه تر و سریعتر دارم پیش میرم تا اینکه بخوام روی وی اس کد بزنم. حالا شاید بشه با کلاود کد مقایسش کرد، ولی به اصطلاح چیزی نیستش که بشه با وی اس کد مقایسش کرد. به نظر میاد وی اس کد جا مونده از ماجرا. دقیقاً اون یک پارچگی رو اسم میکنم که نتونسته به رخ بکشه. بازم اتفاق افتاده که خب اینو بیشتر حتما راجبش شنیدین، اینکه بروزر جدید اومد به بازی به اسم اطلس که یه دونه در اصل بروزریه که خود چت جی پی تی میده و خب این بروزر میتونه شروع یه شوخی خیلی جدی با بشریت باشه. نمیم نظرت راجع به این چی بود؟ ببین کاملا قابل پیش بینی بود دیگه. حتی اون روزای اولیه هایپ ای آی هم با هم دیگه صحبت میکردیم در مورد این. ما ایده داشتیم و یه فرضیاتی که ممکنه به کدوم سمت بره رو داشتیم، به خاطر همینم اومدیم اون پلاگین رو نوشتیم و یه کارایی روش انجام دادیم. ولی هنوز تازه شروعشه دیگه. اینکه واقعا بتونه نوع بروزینگ وب ما رو تغییر بده، هنوز فکر میکنم همچین اتفاقی نیفتاده. حرکات اولیه‌اش رو داریم میبینیم ما توی یوزرها. خب کم الان
واقعا من کمتر اتفاق میفته که بخوام سرچ بکنم، چه کاری چه هر چیز دیگه. یه کوئسشنه که میدم به ایجنتم، حالا چه گراک باشه چه چت جی بی تی باشه چه هر چیز دیگه ای، و جواب از همون میگیرم. حتی دیتایی که الان داره میاد بیرون داره به این سمت میره که اوکی ما چجوری مثلا وبسایتمون یا پلتفرممون رو سئو بکنیم برای ایجنت ها، در ایجنت ها دیگه. اون داستانی که اوکی ما بیایم سئو کنیم واسه گوگل و اینا داره کمرنگ و کمرنگ تر میشه. من در حال حاضر خیلی نظر خاصی در موردش نمیتونم بدم، ولی هنوز فاصله داره با اون چیزی که توی ذهن ماست و خیلی خیلی تاثیر بذاره روی بروزینگ خب وب. اتفاقی که به اصطلاح خیلی حالا میشه گفت نگران کننده هم میتونه باشه اینه که خب پرایوسی چی؟ یعنی اگر بروزر منم داری، حالا کروم هم همین کارو میکرد البته، ولی خب یعنی اینکه خب چت جی پی تی تو یه لولی بالاتری میاد شروع میکنه اطلاعاتت رو ازت گرفتن و خب این یه چیز بزرگیه دیگه، چون که خب اگر چت جی پی تی به اصطلاح اطلاعات تو داشته باشه، بعد نمیدونم تو راجع به سوالات شخصی ازش بپرسی، خب اینا همش تبدیل میشه به اینکه تمام اطلاعات تو داشته باشه، پرایوسی یه مقداری بیشتر زیر سواله. و تا کجا حالا مرحله بعدی چیه؟ من یه نکته در مورد این بگم. باز اتفاقا دوستا همکارمون که رفته بودن جی تکس یه پلتفرم بود که الان پیداش نمیکنم، ارائه داده بودن این گپه را قرار بود که حل بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه سری رول ها برای کمپانی ها توی لول اینترپرایز و شاید حتی کوچیک‌تر، شما میومدی رول های مختلف رو تعیین میکردی که اوکی کردنشیال هات به سمت ایجنت نره، یا نوع دیتا هایی که کارمندا و آدمای مختلف دارن به اون ایجنت میدن خیلی بحث پرایوسیش حل بشه. و این مشکل رو اومده بود و شکل خیلی جالبی حل کرد بود. همچین استارتاپ های و همچین تکنولوژی هم احتمالاً خب روز به روز بیشتر میشن که این مشکل رو حل بکنن دیگه. دقیقاً به نظر میاد حالا جهت جالبیه و خب یه مقداری چالش بیشتری هم هست واسه گوگل کروم که ببینیم گوگل کروم میخواد حالا به کدوم سمت بره، چون سورای دورم فکر کنم ریلیز کردن تو اوپن ای آی، یعنی ویدیو ادیتینگ و اینا باز دوباره یه مرحله داره بهتر میشه. ولی من نصبش کردم، من راضی نبودم ازش، به خاطر اینکه مثلا اکستنشن ها رو برده یه جای قایم کرده، نمیدونم یه مقداری به نظر اومد بیش از حد داره دستکاری میکنه چیزهای مختلفی که من تو صفحه لازم دارم به عنوان حالا برنامه‌نویسی هم که هستم. ولی رفتم کامت رو تست کردم، نمیدونم کامت رو دیدی یا نه. کامت یه دونه به اصطلاح بروزره که پرپلکسیتی میده. پرپلکسیتی هم هنوز اینو به صورت رسمی شروع نکرده بده، یعنی باید فکر میکنم که به اصطلاح بری توی یعنی جزء کسایی باشی که کامنت براوزر رو بخوای نصب کنی. فکر میکنم که هنوز حالت به اصطلاح تریال مود و اینا داره، ترای و ایناست. من اینو امتحان کردم و راضی بودم، واقعا چیز ترتمیزی زدن و خب با توجه به اینکه پرپلکسیتی اصلا خیلی بهتر دیتا رو هم نشون میده، سرچ میکرد و خب اصلا خیلی ها به خاطر همین موضوع روش سویچ کرده بودن، به نظر میاد خیلی تمیزتر از به اصطلاح اون اطلس کار کردن و خب دارن همینجوری میرن جلو. من راضی بودم از کامت. حالا فکر میکنم که اگر کامت براوزر سرچ بکنی به اصطلاح بیاد که پرپلکسیتی کامت، آره اون یکی در از خود کامت، این یکی یه همچین چیزی میبینی کلیم اینویتیشن میخواد، یعنی نمیتونی الان بگیریش، ولی من دانلودش کردم، حالا شاید به همه میده نمیدونم چجوریه و خیلی بهتر از اطلسه. حالا بخوان
چرا هنوز حالت اینویتیشنی داره نمیدونم، ولی احتمالا تو مراحل بعدی بخوان که اینم بیارم. به نظرم رقیب جدی پرپلکسیتی هم به نظر من توی نمایش دیتا و دقیقا. سرچ و اینجور چیزا خیلی بهتر داره کار میکنه. اگر توی این بازی اگر که کسی بتونه نوع بروزینگ وب رو واسه حالا مخصوصا کسایی که کار ریسرچ و کار با دیتا انجام میدن بهتر انجام بده این بازیه رو، فکر میکنم پرپلکسیتی باشه. من خودم استفاده نکردم، یعنی اتفاقا خبرش هم خوندم که همچین اتفاق، یعنی همچین چیزی اومده، ولی هنوز تستش نکردم. بعد از این اپیزود میرم تست بکنم حتما، این خودم هم خیلی مشتاقم که ببینم چی کار کرده. تو کار با دیتا خیلی خفن پرپلکسیتی. به نظر من آره پرپلکسیتی لحاظ نمایش حداقل خیلی بهتر داره کار میکنه، یا چیزها رو یه مقداری داره بهتر بمونش. حالا ضمن اینکه حالا بحث خرید و اینجور چیزا هم توی پرپلکسیتی بهتر صحبت میشه که اصلا بخوای از خود پلتفرم خرید بکنی و اینا. به نظر میاد حالا رقیب جدی، یعنی حالا چرا گوگل کروم یه مقداری عقب مونده با توجه به اینکه اصلا ما همه میدونستیم قرار این اتفاق بیفته دیگه. چرا کروم اولین کارو نکرده جالبه، ولی به هر حال اینا الان شروع کردن و خب خیلی احتمالش هستش که توی لولی عوض کنن. سوالی که پیش اومده بود این که اپل کجاست؟ اپل داره چی کار میکنه؟ اون خیلی رفت سمت چی بهش میگه وی آر، حس میکنم از این بازی ببین اپل یه دی ان ای که داره اینه که توی هایپ معمولا تون یه چیزی نمیده، مثل گوگل و کمپانی های دیگه تون بیاد فقط تکنولوژی بده بدون کیفیت خوب و یه دی ان ای داره که همه چیز باید پرفکت باشه. حالا ولی من اسم میکنم خیلی رفته سمت وی آر. من ذهنم داشت جای دیگه کار میکرده اصلا. کجا؟ اینکه وب، یعنی آینده وب قراره چی بشه. ببین مثلا وب 2 داشتیم، بعدش گفتیم خب اوکی حالا مثلا اون هایپ بلاک چین و این داستانا، گفتیم خب وب 3 اومد. حالا با بحث مثلا بروزینگ وب همراه با ای آی و اگه بخوایم این دو تا داستان رو اینتگریت بکنیم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بعد به نظر میاد حالا چیزی که وجود داره اینه که ما AI به عنوان یک اینتلیجنت AI API داریم نگاه میکنیم. حالا توی شرکت فرض کن من اگر یه اینتلیجنت API داشته باشم توی زمینه برنامه‌نویسی که میشه کرسر، خب میام استفاده میکنم، برنامه‌نویسیمو بهتر میکنم، درسته؟ بعد میام میگم خب شما کارت چیه؟ ایشون میگه دیزاینرم. میگم خب تو هم از این API های اینتلیجنت استفاده کن، دیزاین سریعتری بده، پروداکت چی بهتر بنویس. پس همه کارهای ما رو بهتر کرد. حالا مرحله بعدی اینه که من اینتلیجنت AI رو دادیم به سری کاستومر که مثل چت جی پی تی رو داشتن استفاده میکردن، خب که خب ما هم سرچ میکردن جای گوگل، جای اینکه برن توی گوگل سرچ بکنن میان داخل به اصطلاح چت جی پی تی مثلا سرچ بکنن. حالا یه لول بعدیش که داره صحبت میشه اینه که من حالا بتونم اینتلیجنت AI رو سمت کلاینت هم استفاده کنم. خب حالا یه مدل داریم که سمت سرور استفاده بشه، یعنی من اگه میخواستم ریپورت بگیرم برم ریپورتم رو به اضافه یه چیزی از AI بکنم، ریپورتم رو بیام مختلف ارائه بدم. حالا فرض کن اینتلیجنت AI سمت کلاینت هم من داشته باشم، قبل از اینکه بخوام یه چیزی رو نمایش بدم یا از سرور یه ویژوال دیگه ای بگیرم یا خودم یه ویژوال دیگه ای بسازم. خب پس به نظر میاد حالا تو مرحله بعدی ما داریم اینتلیجنت AI بودن رو میاریم سمت کلاینت. حالا چقدر من میتونم از این استفاده کنم؟ مثلا آیا من میتونم اسمارت کامپوننت بسازم که اسمارت کامپوننت من بر اساس شیپ دیتا قیافش فرق کنه؟ خب احتمالاً. یا میتونم اسمارت API درست بکنم که بر اساس شکل دیتا انیمیشن خاصی رو بده توی صفحه و مثلا
بتونه کارهای مختلف. احتمالاً اینجور چیزا هست، یعنی ما شروع میکنیم صفحاتی رو خواهیم داشت، یعنی فرانت اند دیولپر بودن تبدیل میشه به اینکه تو بخوای از این اینتلیجنت ای آی توی کلاینت ساید استفاده بکنی. حالا آیا میاد کلا ریپلیس بکنه منی که کار کلاینت مثلا برنامه‌نویسی میکردم؟ نه احتمالاً، چون به هر حال یکی لازم داره این کارو بکنه، چون سی او شرکت یه وقت نداره. اینا هم همه تست میخواد، اینا هم همه کارهای مختلف میخواد، ولی به نظر اصلا ویژوال ساختن داره عوض میشه، داره همه چی داره هی پرسونالایز تر میشه نسبت به دیتا و شخصی که داره میبینه. یعنی دیتاهای بیشتری از یوزرها جمع آوری میشه، بر اساس اون دیتاها تجربه بروز کردن خیلی کاستومایز شده ای به یوزر تعلق میگیره. و این آره این که داری میگی خیلی جالبه. چیزی هم دیدی در مورد این موضوع، یعنی لایبرری یا یه مثلا کمپانی بیاد توی این مسیر کاری کرده باشه؟ نه خب کاری که الان اینا دارن میکنن توی کانوا و اینا، دارن میگن که خب AI برات میاد کامپوننت میسازه. خب ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که انقدر ارزون باشه کال کردن API مدل که توی بروزر طرف اجازه بدیم این کالا انجام بشه. تنها چیزی که وجود داره اینه که توی انترپرایز پروداکت ها تو میتونی ریپورت هایی با AI جنریت بکنی. الان شرکت ما به صورت عظیمی یه پلتفرم AI داره، ریپورت AI جنریت میکنه. ریپورت میخوای مثلا فایننس، میفرسته به AI میره به تمام جایی که لازمه ریکوستا رو میزنه، میگیره دیتا رو شیپ درست میکنه تمام چیزی، بعدم باشه ویژوالی هم میتونه حتی بهت نشون بده. ولی در این حد بیشتر همه کارا سمت سرور انجام میشه. ولی به نظر من اگر بتونه توی لولی ارزون تر باشه این کالا یا مدلای خیلی ساده تری وجود داشته باشه، اون وقت من میتونم تحت بروزر کارای عجیب غریبی بکنم. مثلا بهش بگم که این مثلا دیتای جدید اومده که $10 قیمت این یهویی زد رفت بالا، براش یه مسیج جدید جنریت کن، یا مثلا همونجا تصمیم بگیره، همونجا نشون بده، همونجا انیمیشن اضافه کنه. به نظر میاد که بشه تو مراحل بعدی از این کارا هم کرد. حالا کی معلوم نیم. ای کامرسی ها چه اتفاقایی میتونه واسهشون بیفته؟ تو فکر کن. حالا من چیز عجیب تری دارم برات. خب بحثای خنده‌دار عجیب، یه سریاش خنده‌داره یه سریاش نیستا، یعنی میخوام آمادت بکنم که همچنین فکر نکنی همش هم خنده داره. یادت یه راجع به ربات‌ها صحبت کردیم، گفتیم که ما به اصطلاح ربات‌هایی داره میاد که هوشمنده یا به اصطلاح چیزن. خب درست. بعد راجع به حالا تسلا بود صحبت کردیم و ربات‌های مختلفی که اومده. مثلا الان یکی از ربات‌هایی که فکر کنم جدید اومد و الان میبینی که این ربات توی خونه وایساده و داره کارهای مختلف میکنه. خب حالا چند تا موضوع مطرح میشه که من این ربات رو که بیاد، خب بعد این ربات رو میخرم. بعد حالا دو مدل ربات ها، یه سریاشون هستن که توی خونن ولی ریموتلی کنترل میشن، یعنی یه نفری کنترل میکنه رباتی که تو توی خونت داری و مثلا میگی چای بیار، یه نفر ربات تو کنترل میکنه میره چای میاره. خب یه مدل دیگه داریم که رباتایی هستن که با AI کنترل میشن که بهش بگی چای بیار بره و چای بیار. حالا اگر ما یه رباتی داشته باشیم، خب بعد من رباتم مثلا فرض کن که وصل باشه به یه مثلا یه ایجنتی، خب بعد نیروی ارزون توی هند گرفتم مثلا، خب بعد رباتی که توی خونم دارم رو به جایی که اصلا هندیه رو بیارم اینجا، من به اون پول میدم 24 ساعته که ربات هایی که توی خونه من هست رو اگر لحاظ فیزیکی
ربات بتونه همون کاری که آدم میکنه رو انجام بده، خب من نمیتونم بگم که تو از به اصطلاح یه جای دیگه با قیمت ارزون تر اینو کنترلش بکن. ببین مهمترین بحثی که توی این داستان وجود داره کلا توی بحث AI ریموت کنترل یا هر چیز این شکلی بحث پرایوسیه. اگه تونستی اونو حل بکنی آره حرف تو کاملا درسته. حالا یه سوال، آیا بردهداری نیست؟ چرا این شکلی داری بهش نگاه میکنی؟ خب بردهداری یعنی این که شما نیروهایی رو میگرفتی که 24 ساعته تو خونت بودن، بعد غیر قانونیه دیگه، الان تو آمریکا نمیشه این کارو کرد، ولی خب با یه پول خیلی کمی میتونی از یه کشوری رباتت بگن 24 ساعته کنترل کنن. تو داری دستمزدش رو بهش میدی. دستمزد رو بهش بدی دیگه اوکیه. حالا بحث پیچیده تری بود. مثلا یکی از شوخیایی که شده بود اینه که توی یه سری کشورها بردهداری جرم نیست. خب اگر تو اون کشور بردهداری بکنن چی؟ ولی خب حالا احتمالا از این اتفاقا نمیافته، ولی این کانسپت عجیبیه که نیروی فیزیکی بتونه حضورش حذف شه. خب تو بگی تو چرا اینجایی؟ همون جایی که هستی باش، ربات رو کنترل کن. بعد اون موقع بعد ما کلی اپریتورهایی داریم که کشورهای ارزون نشستن دارن ربات های کشورهای جهان اول رو کنترل میکنن، که به نظر من اصلا خود داستان غمگینه یه مقداری، ولی به هر حال ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه ولی میگم بزرگترین باگ این قضیه کلا اینجور سیستم ها پرایوسیه. من پیش بینیم اینه که خیلی استارتاپ ها کمپانیایی که میان که فوکوسشون رو میذارن روی بحث پرایوسی و احتمالاً اونا خیلی رشدهای منطقی تری داشته باشن. حالا اگر اینا بخواد تو زمینه‌های دیگه استفاده بشه، مثلا تبدیل بشن به سکس توی ربات ها و اینا، اون موقع کی میخواد جلوی اینو بگیره؟ بحثای پیچیده، یعنی آره. اصلا کلا به نظر میاد بشریت رو یه مقداری تکون میده که تا چه حد، تا چه کارهایی میتونه بکنه. یه مقداری حضور فیزیکیه. آره و ببین این داستانه واقعا خود من یه سری فیلم های علمی تخیلی همیشه نگاه میکردیم خب که ربات ها یا این داستان ها کل دنیا رو نابود کردن. من همیشه به اون نقطه فکر میکنم که AI ها و مدل های مختلف بتونن خودشون رو توسعه بدن و خودشون رو پلن کنن و پروگرام کنن. تو فقط اون لحظه رو در نظر بگیر که همچین اتفاقی بیفته. و آره اینا همه چیز خیلی محتمله، خیلی باید بهش فکر کرد و خب رفته رفته میگم دیگه مثلا قضیه این داستان پرایوسی سولوشن هایی برای این موضوعات هم شکل میگیره، همینطور که الان توی در واقع گارمنت های مختلف یه سری رول و قوانین واسه استفاده از AI ها دارن تصویب میکنن و این سیستم رو خیلی دارن قانونمندترش میکنن. دقیقاً. آره فکر میکنم حالا کم کم یه مقداری رگولیشن بهتری، ولی خب مطمئناً شروع یک داستانهای جدیدیه که ما قراره چیزای خیلی عجیب غریبی تازه شروع بشه و اتفاق بیفته و اینا، چون کاست این اینتلیجنت API ها داره کم میشه، تعداد مدل ها داره زیاد میشه. بعد مثلا میگم همین الان مثلا تو لول های خیلی پایین دیگه چت جی پی تی ما داریم رایگان همه استفاده میکنیم. خب یعنی تو میتونی خیلی کارا حالا الان انجام بدی با همین لول پایش. حالا احتمالاً یه چیز عجیب غریبی توی AI و این اپلیکیشن ها میبینی. حالا اینکه به چه سمتی میره ولی همچنان سواله دیگه، تا ببینیم چه چیزی قرار اتفاق بیفته. دقیقا. خب خیلی چیز کردیم، خیلی اخبار زیاده دیگه. چه خبر؟
فکر کنم همه رو پوشش دادیم دیگه. آره یه مقداری اخبار جدید زیاد بود. خب شد رفتیم یه مقداری براوزرها به نظرم برای ما خیلی جالب تره. بعد میخواستیم راجع به رزومه هم صحبت بکنیم، یاد باشه. آره رزومه رزومه نویسی. نویسی. هم. نظرت چیه؟ باید چیکار کنیم برای رزومه نویسی نظرت؟ چجوری این قضیه رو داریم به این فکر میکنم که چجوری این قضیه رو ببریم جلو. یه فرض کنیم که من الان یه نیرویی هستم که ام، دنبال جابم، ام، رزومم به دست تو میرسه و قراره که تو بررسی بکنی در مرحله اول، انتخاب بکنی که من به مرحله اینترویو برسم یا نرسم. توی رزومه من دنبال چی میگردی؟ من حالا قبل از اینکه شروع بکنی، به نظر من خیلی خوبه بچه ها ما یه لینک به اصطلاح بذاریم که بچه ها ایمیلشون رو ثبت بکنن که بعدش براشون رزومه خودم رو براشون بفرستم. چرا رزومه رو براشون بفرستم؟ به خاطر اینکه من اخیراً یه جا اپلای کردم، اپلای نکردم، رفتم وبسایتشون رو دیدم، بعد لینکدینشون رو دیدم، اونا به من ریچ اوت کردن که ما مثلا، بعد گفت رزومه تو برای من بفرست، منم رزومه رو براشون فرستادم. بعد میگه که اومده بعدش که منو دید میگه من فکر کردم AI هستی به خاطر اینکه رزومت خیلی خوبه. خب یعنی برداشتش از رزومه من یه جوری شده بود که میگفت من تا حالا همچین رزومه خوبی ندیده بودم. و خب دست AI درد نکنه، دست رزومه نویسی، تکنیک های رزومه نویسی درد نکنه، ولی خیلی واسم جالب بود که همچین فیدبکی دفعه میکرد که من AI هم، میگفت ما خیلی فیک اپلیکیشن هم زیاد میگیریم. و حالا یه سری چیزا هست توی رزومه نویسی که باید خب آدم کم کم یاد بگیره، ولی خب فکر کنم یه سری چیزای کلیش آدم میتونه شروع کنه و استفاده کنه. دقیقا. ولی این داستان فیک، رزومه‌های فیک و اینا هم جالبه. من شاید بار اولی که همین چیزی میشنوم. اینا چیزی که اتفاقی که براشون میفته ما هم حالا داشتیم که مثلا ما اپلیکیشن میگیریم، خب بعد ریچ اوت میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم که مثلا سه شنبه ساعت 10 بیا مثلا با HR صحبت کنیم ساعت. بعد میشه سه شنبه ساعت 10 HR میره، هیچکی شواب نمیکنه. اتفاقی که بر من افتاده مخصوصا اگر با کشور دیگه باشه، مثلا یه سری از کشورها هستن ما میگفتیم حتما این اتفاق میفته، یعنی یه جوری شده بود که میگفتیم 90% اپلیکنت ها نمیان، ولی اتفاق رایجیه. چون فرض کن HR شرکت کلی باید وقت بذاره، ریچ اوت بکنه، مسیج بده، ارگانایز بکنه، بعد همه این کارا رو کرده میره میگه نمیاد. خب میشه فیک دیگه. حالا اون طرف کیه؟ آیا یکی داره با AI بازی میکنه یا واقعا نه، یا آدمی بوده ولی به موقعی که رسیده به اپلیکیشن دادن خجالت کشیده، یا اینکه وراشته مثلا یکی بوده جونیور بوده ولی مثلا رزومه سینیور چی درست کرده بوده، اپلای کرده میخواسته مارکت سنجی بکنه، بعد که وقتش شده گفته خب من برم ضایع میشم. همه اینا ممکنه، ولی خب درصدش کم نیست با توجه به اینکه تو لینکدین میشه ایزی اپلای کرد. بعد اینا واقعا دنبال نیرو میگردن توی لول بالاتر که میخوان دنبال نیرو بگردن، یعنی عملا رقابت شده از اینکه بدزدیم از همدیگه، ریچ اوت میکنن میگن آقا، چون نمیخوان نیرویی که کار پیدا نکرده باشه که خوب نیست احتمالا. همه نیروها پس احتمالاً کار دارن، چون کار بیشتر از تعداد نیروهاست در حال حاضر تو اسکیل بالای سنیور و استف و نمیدونم اینجور چیزا. پس باید یکی بدوزن نیرو رو عملا، پس ریچارد باید بکنن و خیلی سخته واسه شون. بعد خیلی از ماها هم نمیگردیم که مثلا من نمیدونم 2 ماه آخر سال نمیگردم، 2 ماه اول سالم نمیگردم، 2 ماه اون وسط شاید بگم، مگه اینکه اتفاق عجیب غریبی تو شرکت افتاده باشه. بعدم خب چقدر میخوای مثلا واسه سالری رقابت بکنی؟ چه میدونم، نمیخوای که مثلا بگی آقا آزمایشگاهی.
نه بی‌نهایت زیاد. 30,000 تا بیشتر نمیتونی اون بازی سالری رو هم که نمیتونی انجام بدی. برای همین واقعیت اینه که از یه اسکیلی به بالا، مخصوصا تجربه‌های خاص، مثلا چه میدونم شما میخوای اپ جدید بزنی، استف انجینیری میخوای که این اپ مدل رو قبلا زده باشه و چند نفر اون آدم هستن که اون کار کرده باشن و بخوان دنبال کار بگردن. توی لول‌های پایین‌تر مثلا جونیور و مید لول مشکل تعداد اپلیکنت نیست، مشکل بیشتر اینه که اپلیکنت خوب پیدا کرد که بازم سخته، چون یارو تازه مثلا همه میخوان برنامه‌نویس بشن دیگه، میدونی. بعد خب نمیشه که همه رو اینترویو کرد، باید ببینی که کی اصلا برنامه‌نویس بلده بشه یا اصلا میخواد فالو کنه. ولی رزومه نویسی به نظر من خیلی الان مهم شده. منم پیروز با دن توی شرکت داشتم صحبت میکردم، بهش میگفتم که چه خبر پیدات نیست. گفت خیلی شلوغیم. گفتم چطور؟ گفت داریم میخوایم که AI tools بیاریم توی سیستم که اینترویو ها و نمیدونم چیشی رو با AI انجام بدیم و زمان خیلی زیادی میگیره که بفهمیم چجوریه، چی کار باید بکنیم و فلان و اینا، که خب یه جورایی ترسناکه. یه جورایی هم شاید بد نباشه. چون AI رو کجا بیاریم اضافه کنیم به نظرت برای اینترویو. برای اینترویو؟ خب اگر AI بیاری برای به اصطلاح اسکرینینگ که ما بهش میگیم اسکرینینگ بکنه، یه خب یعنی بیاد کد ریویو، مثلا کد نویسی رو به اصطلاح فرض کن بخواد بیاد انجام بده، خب اون وقت یعنی یه مرحله یه جورایی به چیز ما اضافه میکنیم، به اینترویو هامون اضافه میکنیم که به اصطلاح قبل از این که تو بخوای وارد اصلا سیستم شرکت بشی، بری با یه دونه AI اینترویور صحبت بکنی. حالا من ریبن الان بهت نشون میدم، یکی از محصولاتی که یه مدت اسمش اومده و منم دیدم که یکی از شرکت ها داره و همین که گفت اینو داره من اصلا فالو آپ نکردم، خب چون کی حال و سلاشو داره. ولی AI powered recruiter که عملا میاد، حالا ریبن جز معروفاشون شده که میاد حالا کمک میکنه که بخوای هایرینگ بکنی و اینو خب شرکت ها میدونی ترجیح میدن که یه دونه HR بگیرن که از این استفاده کنه به جایی که دوتا HR بگیرن در اصل، یعنی پرایسینگش دوباره میک سنس میکنه. بعد این کاره عجیب غریبی هم میتونه برات بکنه، میتونه talk with every candidate, score their answers، میتونه بهت امتیاز بده و بهت هم بگه که کدوم کندیدت خوبه. یعنی عملا تو باید با این صحبت بکنی اول، حالا تو چه لولی بری و به اصطلاح چجوری جواب بدی، چه لولی بتونی وارد بشی که این اینترویو رو بتونی با اینا انجام بدی. بعد اینا رو اد میکنن به میتینگ های مختلف، این AI نوت تیکرهای اینا رو اد میکنن. بعد عملا یه همچین چیزی میتونه بیاد و خب یه جورایی ترسناکه از این نظر که خب خیلی کیوردها مهم میشه، خیلی بحثای کوچولویی که باید تو اینترویو داشته باشی مهم میشه و یه شاید هم مراحل رو از سخت‌ترم بکنه و خب اون وقت باید ما 2 تا دوره بریم که چجوری بتونیم ریبن AI رو به اصطلاح راضی کنیم. ببین خیلی داره پیچیده میشه. نمیدونم حالا کسی که استفاده میکنن از اینا چه فیدبکی گرفتن، چه ریزالتی گرفتن. در حال حاضر آخه ما به شکل سنتی که همون بحث اینترویو فنی و حالا استپای مختلف اینترویو رو از نظر سافت اسکیلی و هارد اسکیل یه آدم رو میسنجیدیم، خیلیش بر اساس این بود که خب اون آدم چقدر میتونه تیم ممبر خوبی باشه و چقدر وایب خوبی از اون آدم میگیریم. اگر اینقدر همه چیز ماشینی بشه
به نظرم خب یه ایجنت بذاریم جای اون کسی که میخوایم استخدام بکنیم، خیلی راحت‌تر، خیلی بهتره که. به نظر میاد که خب اینا تعداد اپلیکنت بیشتری رو میتونن در لحظه هندل بکنن دیگه. تو مثلا خب شاید تو درسته، ولی آره کیفیت میاد پایین. یعنی تو ممبرها و آدمایی که توی یه کمپانی کنار همدیگه کار میکنن خیلی مهمن که چجوری باشن. تو این اتفاقا ادعاشون برعکسه. فنوم هم یکی دیگه است که معروفه. اینا دارن میگن که ما مراحل اینترویو رو داریم براتون درست میکنیم که شما دیولوپر بهتری رو بگیری که برات بیشترم بمونه. خب یعنی خب یه موضوع هستی که ما همیشه اینترویوهای شرکت رو یکی داره طراحی کنه، بعد معمولا از خودمون یه چیزی درست کردیم، از مثلا یه چیزی بالا پایین میکنیم اینا، ولی دارن میگن که ما به اصطلاح میایم ریتین هم بیشتر میکنیم، دیولوپر بهتری هم برات میگیریم، تازه میایم اینترویو اولیه که مثلا کندیدت فیک ها بود، اگه 100 تا اپلیکنت داری من با 100 تاش صحبت میکنم به جایی که 5 تا فیلتر بکنی، میدونی. و خب ادعاشون اینه، حالا چقدر به واقعیت نزدیک بشه نمیدونه. هرش الگوریتم دیگه. تو اگه بلد باشی اون کلمات خوب و چجوری کلیدی رو چجوری استفاده کنی و به کار ببری، خب همه اینا رو پاس میشی دیگه. آره خب بیشتر میره سمت این که باید وقتی که میخوای به اصطلاح با اینا صحبت بکنی باید شروع کنی مثل سرچ انجین اپتیمیزیشن که ما میکردیم، حالا باید رزومه اپتیمیزیشن بکنی. علاوه بر این باید موقع جواب دادنت کانفیدنس لول تو، نمیدونم، جواب اکیورت دادن تو، اینجور چیزا رو بهتر بکنی که این AI میخواد اولا تو فیلترهای اولیه سریعتر پیکاپت بکنه، دومانم مثلا این که قراره تو بگی من ریتین میشم اونجا لانگر رو بتونی به اون AI بفهمونی که تو رو بخوان به عنوان کندیدت بهتر بگیرن، که خب کار سختی. یعنی توی لول مثلا فرض کن جونیوری تازه میخوای وارد برنامه‌نویسی بشی یا مید لولی، خب چقدر باید کلی چیز تازه یاد بگیری، کلی چیز باید درست بکنی تو رزومت که مثلا شرکت فنوم اصلا قبولت بکنه. ما باید پول 3 تا منتور بدی که آمادت بکنه که مثلا فنوم دوست داشته باشه. همون دیگه. من به نظر خودم HR یه کمپانی میتونه یکی از تأثیرگذارترین و کلیدی ترین دپارتمان ها باشه. اینکه این شکلی بیان ماشین همه کار رو بکنه، الگوریتم همه کار رو بکنه، نمیدونم، من حس میکنم خیلی ریزالت خوبی ازش نمیگیریم. ولی اینا هم اول کارن، باید ببینیم واقعا به چه بلوغی میرسن دیگه. واقعا شاید بتونه اون کار رو انجام بده. اول کار که حالا نمیشه گفت بیشتر به نظر میاد وسط کارن، چون میزان اپلیکنت هایی که داره رو سیستماشون رد میشه، فاند ریزینگ هایی که داره، اینی که حداقلش سیستمای هایرینگ فعلی رو ریپلیس میکنه. حالا اصلا یه صحبت دیگه اینه که کندیدت یابی برات بکنه، یعنی مثل لید پیدا کردن توی مارکتینگ، فرض کن برات پیدا کنه که چه سینیور انجینیرایی تو چه شرکتایی تو میتونی بری بدوزی، بهشون مسیج بدی مثلا فلانی 2 سال اونجاست الان موقعشه که بیاد بیرون، برو بهش این مسیج رو بده و اونم سابقش. این کارا رو هم انجام میده، یعنی تو یه بار رزومت میره تو این سیستما، اینا میتونن ترک رکوردت هم نگه دارن که اون وقت خب باید چیز کنی دیگه، بعد آروم آروم به اصطلاح ترک رکورد هم خود بسازی که این سیستم حداقل 1 سال بعد بخواد اونجا هم ریکامندت بکنه. داستانیه. حالا چجوری رزومه بنویسیم؟ سوال حقیقتا یه چند تا نکته است. من چند تا نکته که تو اینترویوهای مختلف اومده رو
مثلا میگم اینکه مثلا آیا عکس بذاریم یا نه. به نظرم وقتی AI قراره که این رزومه رو ببینه از خودش هم بپرسیم دیگه ها. آره. دقیقا این خودش خیلی خوبه. من بچه هایی که دوتا اومدن بعد تو سوال دارم یعنی واسه اینکه شام شب چی بخوره از یا سوال میپرسه، بعد میارم من سوال میپرسه که رزومه‌مو چیکار کنم. و میگم که خب از AI بپرس. میگه که نکردم. میگم خب ببین یه آپلود میکنی رزومتو، بعد بهش میگی چی کار کنم. این مینیموم کاریه که میتونی الان انجام بدی با توجه به اینکه رایگانه، با توجه به اینکه کاری نداره انجام دادنش. یه رزومه درست کن، بفرست برای AI، بعد به AI بگو آقا مثلا چی، یا اصلا از اول شروع کن با AI بنویس، یا اینکه حداقل رزومتو بفرست به AI. یه سری نکات خوبی، من خودم رزومه‌مو دادم به AI، موقع عکس نمیخواد. خب حالا ریکروترهای قبلی هم البته بهم گفته بودن که عکس لازم نیست، چون عکس تنها چیزی که باعث میشه ایجاد بشه این بایاسته. تو چیز مثبتی از روی عکس ایجاد نمیشه. اگر خانوم باشی مثلا میخوای بگی من خانوم زیبایی هستم، خب چیز خوبی نیست برای هایرینگ ایجنسی. اگر قیافت خوششون نیاد بازم چیز خوبی نیست. پس خوب بودن ظاهر عملا هیچ کمکی نمیکنه. پس عکس چیزی نیستش که لازم داشته باشی و معمولا هم توی اسکیل اولیه میخوای اون برداشت اولیت حداقل با عکس نباشه، توجه کنم به کارهایی که بلدی. یکی این بوده، من خیلی چیز بوده برام بهم فیدبک دادن. دوم این که اگر شما سابقه کار داری، سابقه کارتو ننویس مثلا من برنامه‌نویسی کردم. بنویس دقیقاً دیتیل بنویس. دیتا بنویس داشته باش. که عدد. آره یه عدد و رقم تو رزومت داشته باش. بگو برای 100 نفر برنامه‌نویسی کردم، برای نمیدونم اینقدر مثلا پرفورمنس یه چیزی رو از 3 ثانیه کردم 2 ثانیه. یه چیزایی که عدد و رقم داشته باشه که به اصطلاح وقتی یارو میاد میخونه بتونه اون درک انجینیرینگ و درک دیزاینر بودن و اینجور چیزا رو میجربل بفهمه، نه من ایمپروو کردم میک سنس نمیکنه واسه شو. پس یه موضوع دیگه هم اینه که همیشه عدد بنویسید و یه مقداری هم بنویسید. بچه ها میدونم مثلا زده من کار کردم یه شرکتی تو ایران، این خب من خدا نمیدونه چیه، نه ای آی میفهمه این شرکت چیه، شرکت راز ابر چی. خب اسمای عجیب غریب من از کجا بفهم؟ یه چیزی بنویس شرکت مثلا اینجوری من این کارا رو توش کردم. اینا فکر میکنم بر مینیمومه. حالا نمیدونم نکته دیگه ای هستش که به نظرت بیاد؟ نکته دیگه‌ای نه. ببین خیلی خیلی تجربه ها رو من خودم شخصا تجربه ها رو خیلی بیشتر نگاه میکنم، اینکه توی هر کمپانی چه تأثیری گذاشته و چه چیزایی، چه پرابلم هایی رو توی اون سیستم، توی جایی که رفته و کار کرده پیدا کرده و تونسته رفعش بکنه. این مهمترین چیزیه که من بهش نگاه میکنم، چون الان دیگه تکنولوژی و اینکه مثلا بگم من ریاکت بلدم یا نمیدونم اسولت بلدم یا نه پی اچ پی بلدم و گو بلدم دیگه، خیلی همش سینتکس دیگه. ای هم الان سینتکس میزنه. اینکه چه درکی داری از بابت پرابلم سالوینگ و اینکه فقط در واقع سینتکس نزنی، این چیزیه که مفیده و شرکت ها دنبالشن. یه نکته دیگه که تو رزومه هست و به نظر من خیلی مهمه اینه که شما بفهمی داری برای کی می‌نویسی. خب من مثلا فرض کن رزومه رو یه وقتی می‌نویسم، بعد علی میخواد نگاه کنه، علی برنامه‌نویسه، من می‌نویسم من برنامه‌نویسی اینا رو کردم، علی هم میگه که آها بله. ولی شما برنامه‌نویسا رزومه‌تو نمی‌بینن. خیلی کم پیش میاد من برنامه‌نویس اصلا وقت اینو بکنم، یعنی از من بپرسه که شاید تصمیم من خیلی مهمه، ولی رزومه‌شو وقتی به من
میدن ما اینترویو آردی داریم میکنیم. پس رزومه رو کی دیده؟ اون ریکروتر یا HR شرکت دیده و اونم اطلاعاتش راجع به برنامه‌نویسی اندازه نخوده. یعنی تنها چیزی که میدونه اینه که برنامه‌نویسی حرفه است و ریاکت خوبه، نکست جی اس فرانت انده، نود جی اس بک انده. یعنی اطلاعات ما میگیم ریکروترهای مثلا آدمایی که فنی ان، یه مقداری حالا یا سری اصلا فنی نیستن، مثلا بهش بگی فرانت اند میگه من نمیدونم، به من گفتم فرانت اند بگی. یه مقداری اونایی که حرفه‌ای ترن میگه نه من میفهمم نکست جی اس، ریاکت 19 میفهمم. خب یه همچین چیزای عددایی میفهم. خب بعد اینجور آدما وقتی رزومه رو نگاه میکنن، خب چجوری بفهمه تو کارت خوبه؟ یک بار رزومت خوب باشه، خوب درستش کرده باشی. دو اینکه نوشته باشی یه چیزایی، مینیمم یه چیزایی رو نوشته باشی. سوم اینکه نوشته باشی این کیوردایی که این دنبالشه. حالا AI هم دنبال این کیورداست مطمئنا، اینا هم دنبال کیوردن. نگاه میکنه میبینه که مثلا نوشته جاوا اسکریپت، میگه خب این جاوا اسکریپت برنامه‌نویس جاوا اسکریپت، پس اینو میخوام. یا مثلا میگه خب من ریاکت دیولپر میخوام، بعد رزومت رو نگاه میکنه میگه که خب این نوشته ویو احتمالاً مال دات نته، چه میدونه ویو چیه، دنبال کلمه ریاکت میگرده. خب روی این کلمات هایر میکنه. مثلا ماشین لرنینگ، شاید مثلا یکی رو میخوان با AI کار کرده باشه، باید یه جایی نوشته باشی AI که این بفهمه تو میفهمی AI و بخوای بری جلو. یه نکته هم که وجود داره اینه که تو وقتی داری اپلای میکنی برای یه کمپانی، مثلا اگر که اون کمپانی تو حوزه فایننس یا نکلاد یا هر چیز دیگه ای، تجربه هایی رو بهشون نشون بدی که توی این حوزه داری. به خاطر اینکه ما میتونیم 100 تا یا 1000 تا فرانت اند دیولپر داشته باشیم که برای اون کمپانی اپلای کرده باشن، ولی باید یه وجه تمایزی وجود داشته باشه دیگه که بپذیره که اوکی شاید تو فرد مناسب تری باشی. اینکه بدونیم برای چه تیمی و برای چه نوع کمپانی، چه کاتگوری از کمپانیا داریم اپلای میکنیم و یه مقداری کاستوم بکنیم رزومه هامون رو هم خیلی میتونه مفید باشه. دقیقاً موضوع مهمیه به نظر من. حالا من تو رزومم یه فرمتی رو دارم، اسمم، تایتلی که دارم، آدرسم و شمارم و ایمیلم رو میذارم و یه وبسایت دارم میذارم، بعد یه مختصری از خودم توضیح مینویسم که اینم مطمئنم با AI درست کردم. بعد میام به اصطلاح کلمات کلیدی که میخوام رو به عنوان حالا تولز یا اسکیلز بالا مینویسم، که مثلا معمولا مثلا نوشتم الان مثلا سیستم دیزاین بلدم، انجینیرینگ منیجمنت میکنم، نمیدونم AWS، این کلمات گنده‌ای که مهمه رو نوشتم. بعدش مینویسم به اصطلاح جاب تایتلم چیه، و جاب تایتلمو که نوشتم میام توضیح مینویسم که چیکار کردم. مثلا نوشتم که من تکنیکال ترانسفورمیشن اف تیپالتی پروکیومنت پلتفرم کردم، 3 نفر رو به اصطلاح چیز بودم. بعدش کوچولو حتی زیرش اضافه تر نوشتم که نوشتم که تکنیکال لیدرشپ ایمپکتی که داشتم چی بوده. نوشتم architected platform processing 8 billion annual transactions with 99% uptime. یعنی آرکیتکچر کردم. یه مقداری اینجا میبینی عددا بیشتره، مثلا نوشتم یه مقداری اینجا خلاصه اون چیزی که اون بالا نوشتم. بعدش دوباره زیر این تولزایی که استفاده کردم نوشتم تایپ اسکریپت، ریاکت، نکست جی اس، نود جی اس، گراف کیو ال، آپولو، AWS و اینا. حالا جابای بعدی، حالا من چون رزومم زیاده، خب عملا از یه جایی از تقریبا 2019 به قبل و اومدم فقط تایتل نوشتم، یه توضیحات ننوشتم، فقط 5 سال آخر رو به اصطلاح دارم، بعدش رو دیگه ننوشتم. بعد دیگه حالا یه ایژوکیشن دارم، یه دونه، حالا من یه سری تاک دارم که پابلیکلی تاک انجام دادم، که پرزنتیشن هایی که داشتم اونا رو هم 2-3 تاشو نوشتم و آخرش هم من نوشتم که تکنیکال کانتنت کریئتور هم هستم، که
هم کورس دارم هم پادکست دارم که مثلا میتونین برین تیونین بکنین. ولی خب فیدبک فوق العاده خوبی من روی این رزومه دارم، یعنی توی هر جایی که من اپلای میکنم میگن که رزومت واقعا پره، رزومت واقعا رزومه خوبی درست کردی. حالا نه به این عنوان که مثلا من برنامه‌نویس خوبی هم، به این عنوان که رزومه اون چیز استانداردهایی که اینا میخوان داره. فایل رزومت خیلی استاندارد. میخوای به بچه‌ها بگو که کجا میتونن پیدا بکنن؟ شاید به درد یه سری بخوره. روی همون گازار دیگه، درسته؟ توی گازار دو توی خبرنامه هست، ولی احتمالا یه لینک اینجا برای نقطه ورود هم اضافه بکنیم که اونجا بچه ها بتونن ایمیلشون رو وارد بکنن و این به اصطلاح رزومه منو بتونن دانلود بکنن. خیلی عالی میشه این کار بکن. پس اینم میشه به نظر من الان شد بیشتر از 1 ساعت شد، میتونیم پادکست رو اینجا تمامش بکنیم تا بریم پادکست بعدی. این میشه پادکست 17 همه. 17 هفته. باشه پس، باد 17 هم. خدا نگهدار. خداحافظ.